آقا سلام، خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه با من. توی این قسمت از برنامه ما میخوایم با هم یه سفرنامه درست کنیم. من از بچگی عاشق سفرنامه درست کردن بودم و هر شهری که میرفتم، مثلا مدرسه‌ای که بودم راهنمایی بودم، یادم یه بار مثلا سفرنامه من برنده شد تو مدرسه و خیلی دوست داشتم سفرنامه درست کنم. مثلا یه چیزای کوچیکی که از اون شهر می آوردم و توی جایی بچسبونم، مثلا راجع به یه چیزایی بنویسم که مثلا حال و هوای اون موقع بوده و مطمئنم که بعد از یه تایمی یادم میرسن یه سری اتفاقای اون سفر. و چون خیلی عاشق سفرم، طبیعتا عاشق سفرنامه درست کردنم هستم. حالا الان یه دفتر خیلی بامزه دارم که الان حدودا سومین سفریه که دارم توش می نویسم و 3 تا سفری که شروع کردم به سفرنامه درست کردن. میخوام الان نشونتون بدم و بهتون بگم که چه چیزایی برای درست کردن یه سفرنامه لازمه و چجوری میتونین، اگه ایده تو ذهنتون نیست، بهتون بگم که چجوری میتونین یه سفرنامه بامزه درست کنین که هر دفعه که خوندینش یاد اون سفرتون بیافتین، یاد اتفاقای اون سفر بیافتین، بهتون خوش بگذره. حالا با من بیان تا بهتون بگم چه چیزایی نیاز داریم. خب از اونجا که من عاشق چایم، همیشه اول میخوام هر کاری بکنم یه چای میریزم و میشینم که کارامو شروع کنم. خب ما اول همونطور که میدونین به یه دونه دفتر نیاز داریم. خب حالا این دفتری که قراره شما داشته باشین یه دفتریه که جلدی که داره تقریبا محکم باشه و چون قراره شما یه تایم خیلی طولانی، مثلا 10 سال، چند سال این دفتر رو داشته باشین و بعداً هم ازش به عنوان یه یادگاری استفاده کنین، پس بهتره یه دفتر بخرید که جلدش صفر باشه. بعد یه دفتر میخواین که خیلی حجیم نباشه و خیلی هم کم حجم نباشه، چون اگه خیلی حجیم باشه کار کردن باهاش قطعا براتون سخته و اگه خیلی هم کم حجم باشه خب هی دفتر تموم میکنید، هی باید دفتر جدید بردارید و خب این یه ذره خوب نیست. دفتری که من برداشتم فکر میکنم بودم مثلا 150 برگ 100 برگینا باشه و برگهاش یه مقدار کلفته. حالا خیلی تو تصویر مشخص نیست اما برگهاش یه مقدار کلفته. من شما رو فیکس کنم. خب ببین، من وقتی که این تصمیم گرفتم این دفتر درست کنم تقریبا 2-3 تا سفر بود که رفته بودم و هیچ چیزی در موردش نداشتم، اصلا نمیدونستم چجوری عکس بگیرم، چیامو از اون یادگاری از اون سفر نگه دارم و اینا. اما بعد از 2-3 تا سفر دیگه دستم اومد و فهمیدم که من واقعا علاقه دارم به سفر رفتن، علاقه دارم به جمع آوری اطلاعات اون سفر. از یه جا بود که جرقه این کار خیلی تو من پررنگ شد. من علاقه من کرد هم به سفرنامه خوندن هم به سفرنامه نوشتن. کتاب سفرنامه کوبای منصور ضابطیان بود. بعد من دیگه از اون موقع خیلی علاقه‌مند شدم به سفرنامه درست کردن. دیگه شروع کردم خودم سفرنامه درست. اینستاگرامم می‌دیدم ولی خیلی بهش توجه نمی‌کردم که مثلا عکسای گوشی رو چاپ می‌کنن به ابعاد کوچیک که بشه تو دفتر چسبوند و اینا. خلاصه دیگه روند سفرنامه نویسی من انگار یه جوری استارت خورد. خب بعد حالا من یه چند صفحه‌ای از دفترمو نشونتون بدم. مثلا این سفرنامه گرجستانه. یه سری عکسام بنا به اون حالا روزایی که گذشته و کاری که کردیم کنار عکساتون می‌نویسید. مثلا من هنوز این 2 صفحه آخر گرجستانم رو تنبلی کردم و ننوشتم، چون همون موقع اگه ننویسین قطعا بعدا براتون خیلی سخت میشه نوشتن سفرنامه. و سعی کنید که مثلا تا از سفر میاین و هنوز حال و هوای اون سفر باهاتونه سفرنامه‌تون رو کامل کنید. بعد مثلا این الان سفرنامه روسیه است که مسکو، سن پترزبورگ. یه کار خیلی بامزه‌ای که تو لیدر سفر روسیه هم میکرد این بود که هر شب برامون نامه مینوشت و من این نامه ها رو
به ترتیب شبا چسبوندم و کنارش یه چیزای بامزه‌ای نوشتم. حالا بهتون نشون میدم دقیق ترشو. این هر روزی تو اون سفر یه اتفاقایی میفته یا مثلا یه کاری بامزه میکنی که فقط خودتون میدونید و همسفریاتون میدونن و مختص اون روزاست و اون حال و هواست. بعد مثلا من اومده بودم کنار نامه های هر شب اونا رو نوشته بودم. مثلا کنار شب اول نوشتم سن پترزبورگ بهار 1404، نامه های زیر در، هتل هلن، لونه زنبور، والریا، تکخوری، ارتباط با روسا و خانم سیمجور. خب مثلا شاید خیلی شده شما بی‌معنی باشه واسه کسی که اونو میخونه، اما من هر دفعه که اینو میخونم و ناخودآگاه لبخند میاد رو لبام، یه چیزایی یادم میفته که قشنگ میبرتم مثلا شب اول سن پترزبورگ مثلا خیلی بانمکه. به نظرم این کارو بکنی، چون من خودم الان واقعا پشیمونم واسه تمام سفرهایی که رفتم و این کار نکردم و مثلا هر برگشت رو میزنم یه چیزی میاد تو ذهنم. مثلا ما مسکو کلیدمون این شکلی بود مال هتلمون. خب بعد یه هتل مثلا نسبتا قدیمی ساز این تیپی بود و کارتمون قدیم بود، یعنی کلید در اتاقمون مثلا از آهنربای الکترونیکی ها نبود. بعد به ما چون 2 نفر بودیم تو هر اتاق، خب به ما 2 تا داده بودن از هر کدوم از کارتا و ما توی سن پترزبورگ ما تو مسکو گم کردیم یکیشو. دختر خالم که با من هم اتاق بود کارت منو گذاشته بود تو کیف لوازم آرایشم. ما وقتی چمدون جمع کرده بودیم و لوازم آرایشو گذاشته بودیم تو چمدون، دیگه هر چی دنبال این گشتیم پیداش نکردیم. و مثلا با استرس و ترس و لرز اومدیم پایین، گفتیم که مثلا حالا چیکار میخوان کنن، جریمه‌مون میکنن و اینا. و خلاصه گذشت، اصلا نگفتن چیزی به ما مثلا دیگه چیزی نگفتیم و سفر تمام شد. وقتی من اومدم خونه مثلا 2-3 روز بعد کیف لوازم آرایشم باز کردم، اینو دیدم و واقعا مثلا همه اون اتفاقات برام زنده شد و چسبوندمش یه گوشه‌ای از دفتر که همیشه هم یه اتاق تو مسکو داریم ما به قول دختر خالم و همین که یادم بمونه. اگر برم دوباره اون هتل حتما اینو بهشون پس میدم، ولی به هر حال یه سری خاطرها براتون تداعی میشه. مثلا کارت هتل چسبوندمش، مثلا کنار روز 5 دوباره یه سری تیپا نوشتم که شاید فقط خودم و مثلا همسفریام بدونن. خب آقا داشتم میگفتم بهتون یه چای بخوریم. اما این لیوانه رو از گرجستان خریدم، ببینید چقدر بامزه است. روش نوشته گرجیا و مثلا غذاها، خوراکیا، المانای گرجستان رو روش زده. آقا خب حالا من میخوام یکی از نامه هایی که تو روسیه گرفتیم و براتون بخونم. رندوم باز میکنم، هر نامه‌ای که اومد، یعنی هر شبی که اون نامه بود اونو براتون میخونم. شب 4. همسفران عزیز سلام. و شب آخر شهر عشق، اینجا هر گوشه‌اش یه داستان بود، هر خیابونی با خودش یه خاطره آورد. اینجا جایی بود که تاریخ زنده بود و هر قدم که برمی داشتیم احساس می‌کردیم که با گذشته یکی شدیم. امشب وقتی داریم آماده میشیم برای حرکت به سمت مسکو، دلمون پر از حسای مختلفه. کمی غمگینیم از اینکه فردا اینجا رو ترک می‌کنیم، ولی در عین حال هیجان داریم برای ادامه سفر. سن پترزبورگ با تمام زیبایی‌هاش همیشه تو خاطرمون خواهد ماند. ولی مسکو هم داستان خودش رو داره. شهری که با تاریخ، قدرت و زیبایی‌های منحصر به فردش هنوز حرفای زیادی برای گفتن داره. مسکو منتظر ماست. از اون لحظه‌ای که قدم می‌ذاریم تو خیابوناش، یه فصل جدید از سفر شروع میشه. پس با امید به ادامه این ماجرا از سن پترزبورگ خداحافظی می‌کنیم و به مسکو میریم، جایی که انتظارهای جدیدی داریم. شب بخیر از دل شهری که هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. خیلی بامزه است. من یک عالم ماژیک دارم برای اینکه دوست دارم توی دفترم بنویسم و نقاشی کنم. گفتم چون یکم برگه های دفتر من کلوفتره، خب برای این کار مناسبه. اگه فکر میکنید که نیاز دارید چیزی تو دفترتون بکشید و اینا، حتما از دفتر استفاده کنید که برگه هاش کلوفتر باشه. دیگه جزئیات توش دل بخواهی دیگه، حالا هر چی نیاز داشت. اما یه چیزی یادتون باشه، هر سفری که میرید به تناسب روزها یک سری عکس هایی رو صرفاً برای چسبوندن تو سفرنامه‌تون انتخاب کنید. مثلا
اگر مثلا حالا ببینید نکته بول هر کشوری چیه دیگه، یا شهری چیه، حالا اگه شهر به شهر درست میکنید. مثلا روسیه شاید کاخ کرملینه، مثلا شما باید یه دونه عکس از کاخ کرملین که قطعا هم میگیرین داشته باشین برای اینکه توی مثلا قسمت شروع سفر بچسبونید. به نظر من کارت پروازامو نگه میدارم و حالا میچسبونم 2 تا سکه مختلف، یکی پشت یکی رو، برای هر سفر میچسبونم و عکس اونجا، عکس بولد اون شهر، مثلا این گرجستان. بعد به تناسب روز دیگه، مثلا من حالا توی گرجستان عکس شکل شماتیک کشور رو کشیدم، عکس مثلا جایی که بودیم، پیاده روی که صبح میرفتیم پیاده روی و کلیسای معروف گرجستان. یه خانمی اونجا بود که اومد به ما خیلی رندوم مثلا توضیح داد و خیلی بامزه بود موهاش و اینا، اونو چسبوندم. و یه عکس خیلی خوشگل از خودم گرفته بودم که اونو چسبوندم، عکسم با سارا و خینکالی خیلی خوشمزه و خاچاپوری که پشتش میبینیم. خیلی جالب دیگه. حالا این که دوباره 2 تا سکه و کارت پرواز. من مثلا هر بیلیت، هر جایی که مثلا این بیلیت مسکو به سن پترزبورگ، نامه هایی که شبای مختلف گرفتیم، بعد خودم یه سری برگه اضافه کردم و مثلا وقتی اسم کلیسای سنت ایزاک اومده توی سفرنامه، خب شاید بعدن که میخونم یا مثلا به طور کلی اطلاعات خیلی جامعی در مورد کلیسای سنت ایزاک نداشته باشم، راجبش نوشتم مثلا کلیسایی که این شکلیه، در قرن 19 هم ساخته شده، گنبدش 100 کیلو طلا توش استفاده شده. کلیسا رو سنت ایزاک ساخته که محافظ پتر کبیر بوده و حالا چیزایی که فکر می‌کردم بهش ارتباط داره. بعد این کارت پستال رو تور لیدرمون داد که می‌بینید با دستخط خودش برامون نوشته و این خانم روس بود اما فارسی میتونه صحبت کنه و اولین لیدر بین‌المللی روسیه بود که فارسی زبان بود. این بلیت خونه داستایوفسکیه. این فاکتور خرید روز اول، نامه شب دومه و همینطور این بلیت موزه هرمیتاژه که واقعا دوستش دارم و میبینید که یه مقدار کم و کسریایی داره چون عکسای این سفر هنوز آماده نیست. همراهی که از موزه هوافضا خریدم و بلیت کاخ کرملین، نقشه کاخ کرملین این شکلی و خیلی خلاصه خیلی حس بامزه، خیلی من دوست دارم این کار رو. امیدوارم تو سفرهای بعدیم ضعفایی که تو این سفرها داشتم، تو نوشتنشون، تو دیزاین کردن سفرنامه داشتم رو برطرف کنم و میدونم میشه، چون هر سفر شما قطعا بهتر از سفر قبلی میشین. و اینکه همین دیگه، امیدوارم که این ولاگ رو هم دوست داشته باشین. اگه بازم حس کنم که نکته‌ای هست که توش نگفتم حتما اضافه میکنم و شما هم خوشحال میشم برام کامنت بذارید که تا حالا سفرنامه درست کردین یا نه و اگه دوست دارین سفرنامه درست کنید دوست دارید با چه کشوری پرش کنید. خداحافظ.